برای شناختن خود به دنبال دلیل برای رفتارهاتون باشید. مثلا من چرا همیشه غمگینم؟ چرا وقتی همه چیز خوبه کاری میکنم که لحظات خوبم رو خراب کنم؟ چرا وقتی عصبیم زیاد میخورم؟ چرا وقتی ناراحتم باید شیرینی بخورم؟ یکی از راه‌های خودشناسی اینه که اول بفهمیم چرا این کارها رو انجام میدیم. به کانال سبک زندگی آهسته فریبا رجبی خوش اومدین. تو این اپیزود یکی دیگه از ایده های مهم و بزرگ درباره این که چطور میتونیم زندگی خوبی برای خودمون بسازیم رو با هم بررسی میکنیم. پس با من همراه باشید. به احتمال خیلی زیاد خیلی از رفتارهای ما دلایل بیولوژیکی دارن. مثلا پژوهشگران متوجه شدن که شیرینیجات و غذای چرب هورمون اندورفین رو در بدن ما ترشح میکنه و ما به این هورمون نیاز داریم برای اینکه خشم و ناراحتیمون رو کنترل کنیم. ما بدون اینکه از این علم آگاه باشیم هر بار بعد از ناراحتی غذا خوردیم و هر چقدر اون غذا قند بیشتر و چربی بیشتر داشته سریعتر و راحتتر حالمون رو خوب کرده و حافظه لذت ما این عمل رو ثبت کرده. بنابراین بعد از هر عصبانیت یا ناراحتی مغز ما از ما شیرینی و غذای چرب میخواد و ما به سختی میتونیم در برابر این خواسته مغزمون مقاومت کنیم. البته این برای افراد مختلف به شکل‌های مختلفی عمل میکنه. همه این اتفاقات ناخودآگاه رخ میده و قدرت تصمیم گیری رو در لحظه از ما میگیره و اگه هدف گذاری کرده باشیم که اصلاً یا کمتر غذاهای چرب و شیرین بخوریم در اون لحظات در برابر میل شدیدمون تسلیم میشیم و بعد از اینکه مغزمون آروم گرفت تازه به خودمون میاییم و شروع به سرزنش کردن خودمون میکنیم و این مسئله بارها و بارها در زندگیمون اتفاق میفته و انگار هرگز نخواهیم فهمید که توی چه سیکل معیوبی گرفتار شدیم. این یک مثال از انواع و اقسام اعتیاد هاست که بعضی از ما در زندگی ممکنه بهش دچار باشیم. در کتاب بر مدار لذت میخونیم که اساساً زندگی ما بر پایه لذت میگذره و ما مدام کارهایی که روزانه انجام میدیم دلیلشون اینه که باید مدار لذت مغزمون رو فعال کنیم. این مدار لذت در بخشی از مغز ماست و بسیاری از رفتارهامون رو کنترل میکنه. چند تا از این رفتارها اساسی هستند و در بسیاری از افراد تکرار شونده و دونستنشون میتونه به خیلی از ما کمک کنه که دلایل رفتارهای ناخودآگاهمون رو بفهمیم و بدونیم چطور میتونیم اونها رو با رفتارهای مثبت دیگه جایگزین کنیم. بعد از فهمیدن این دلایل تازه متوجه میشیم که لزومی نداره به خودمون برچسب‌های ناروا بزنیم. برچسب‌هایی مثل این که من بی‌اراده‌ام، نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و چیزهای شبیه به این. چند تا عامل بزرگ هستن که میتونن مدار لذت رو در مغز ما فعال کنن. این عوامل نه تنها این مدار لذت رو فعال میکنن بلکه در حافظه لذت مغز ما هم ذخیره میشن. این حافظه کارش اینه که به مغز بگه چه چیزی لذت بخش بوده و کاری میکنه که ما دوباره اون رو بخوایم. مثلا مواد مخدر مدار لذت مغز ما رو فعال میکنه. هر نوع ماده مخدر این کار رو میکنه. اما بعضی از اونها هم در دسترس ترن و هم از نظر جامعه مقبول تر هستن. دقیقاً به همین دلیلی که کشیدن سیگار رایج تره. همونطور که اول گفتیم خوراکی های چرب و شیرین هم به همین شکل میتونن مدار لذت مغز رو فعال کنن. عدم قطعیت هم میتونه مدار لذت مغز رو فعال کنه. مثل قمار. عدم قطعیت یعنی انواع و اقسام تجربه‌هایی که در لحظه از دیدن هیجانشون ضربان قلبتون بالا میره و ندونید لحظه بعدی قراره چه اتفاقی بیفته. مثل تماشا کردن لحظه‌های هیجان انگیز فوتبال که نمیدونید بالاخره توپ گل میشه یا نه، یا لحظه‌ای که نمیدونید توی یک فیلم اکشن یا جنایی شخصیت اصلی چه بلایی سرش میاد. کمک کردن به خیریه
کمک کردن به دیگران و اساساً هر نوع عمل بشردوستانه‌ای هم مدار لذت رو در مغز ما فعال میکنه. اگه شما هم از اون دسته آدمایی باشید که فیلم میبینید برای اینکه دنیاهای دیگر رو درک کنید یا کتاب میخونید تا آگاهیتون بیشتر بشه یا به همین خاطر درس میخونید یا پادکست گوش میدید یا اینکه مدام در حال مشاهده اطرافیانتون هستید و به قصه آدمهای دیگه گوش میکنید و یا همین الان که اینجا نشستید تا با دیدن این ویدیو آگاهیتون رو افزایش بدید و از این کار لذت میبرید، این نوع رفتار به خاطر اینه که مدار لذت مغز شما به خاطر دونستن صرفاً برای اینکه فقط بدونید فعال میشه. عاشق شدن و رابطه جنسی هم به شکل‌های مختلف دیگه‌ای مدار لذت مغز رو فعال میکنن. محرک‌های دردناک هم دوپامین آزاد میکنن و دوپامین یک هورمون لذت بخشه. مازوخیست‌ها مدار لذت مغزشون با این روش فعال میشه. ورزش کردن هم مدار لذت مغز رو فعال میکنه. حالا نکته اینجاست که ما ممکنه به چند تا از این عوامل وابسته باشیم یا به یکی یا چند تاشون بیش از حد وابسته باشیم که به شکل اعتیاد خودش رو نشون میده. توی این مواردی که نام بردم هم تجربه‌های لذت بخش منفی وجود داشت و هم تجربه‌های لذت بخش مثبت. برای اینکه بتونیم عادت‌های منفی و بد رو کنار بگذاریم، باید بتونیم اون رو با یک تجربه لذت بخش مثبت جایگزین کنیم. تجربه‌های لذت بخش منفی عواقب ناخوشایندی دارن. به همین خاطر میتونیم با مدام یادآوری کردن عواقب بد این تجربه‌ها مغزمون رو روی ناخوشی بعد از تجربه منفی متمرکز نگه داریم. در عوض میتونیم یک تجربه مثبت رو که به همون اندازه مدار لذتمون رو فعال میکنه به عادتهامون اضافه کنیم. قطعاً جایگزین کردن عادتهای بد با عادتهای خوب خیلی ساده نیستن، اما شدنی هستن. توی این زمینه 2 تا راهکار کارآمد وجود داره که میتونید اونها رو به کار ببرید. یکی از این راهکارها اینه که بسته‌بندی وسوسه برای خودتون درست کنید. یعنی یک تجربه لذت بخش منفی رو با یک تجربه لذت بخش مثبت توی یک بسته قرار بدید. مثلا اگه شما عادت به خوردن شیرینی دارید و از کتاب خوندن خوشتون نمیاد، به خودتون تعهد بدید فقط وقتی میتونید شیرینی بخورید که در حال کتاب خوندن باشید. یا مثلا اگه عاشق دیدن فیلم و سریال هستید و ساعتهای زیادی رو در طول شبانه روز به این کار اختصاص میدید و از ورزش کردن خوشتون نمیاد اما برای سلامتیتون به ورزش نیاز دارید، به خودتون متعهد بشید فقط در صورتی میتونید فیلم ببینید که در حال ورزش کردن باشید. راهکار دوم اینه که از روش بازسازی استفاده کنید. یعنی برای هر عمل مثبتی که انجام میدید برای خودتون نمره، جایزه یا همون پاداش در نظر بگیرید. در اپیزودهای بعدی در رابطه با هر کدوم از این راهکارها مفصل صحبت میکنم. متن کامل این ویدیو رو به صورت دسته‌بندی شده و منظم توی وبسایت fariborajabی.com میتونید بخونید که لینک این صفحه از وبسایت رو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم. در ضمن منابعی که برای ساخت این ویدیو ازشون کمک گرفتم رو هم توی دیسکریپشن معرفی کردم. از اینکه کنار من هستید بی نهایت خوشحالم و البته سپاسگزار. با لایک و کامنت به هم نشون بدید که تونستیم اینجا در کنار همدیگه به هم کمک کنیم. قطعاً میدونید بدون واکنش مثبت شما هیچ کدوم از کانال‌های خوب یوتیوب نمیتونن رشد کنن. پس اگه حضور کانال‌های از این دست براتون اهمیت دارن، شما میتونید کاری کنید یوتیوب فارسی پر از محتواهای ارزشمند و مفید بشه که بتونه جامعه ما رو ارتقا بده. لایک و کامنت شما میتونه این انرژی مثبت و مفید رو به جریان بندازه. دوستتون دارم. منتظر ویدیو بعدی من باشید. تا زود.